شنیدی میگن طرف فال سر قبری گریه میکنه که مرده توش نیست؟ این نشونه از اول جلو چشت بود، در شدت واضح بودن نمیتونستی ببینیشون. یکی از بزرگترین ناشکریایی که ملت میکنن عزاداریه. روح تو قبل از اومدن به این سیاره خودش انتخاب کرده بوده که چه تایمی بیاد اینجا بگذرونه، یه سری درس‌ها و آگاهی‌ها رو یاد بگیره، پاس کنه و عروج کنه بره. دیگه تو چیکاره جهان هستی که میای بهش میگی چرا طرفو بردی؟ چرا انقدر زود طرف رفت؟ مگه تو آوردیش به این دنیا که تو تصمیم بگیری کی بیاد کی بره؟ بعد میره قبرستون، لباس مشکی هم طرف میپوشه 40 روز. تمام غیر ارگانیکا و اجنایی که تو اون قبرستونن لباس مشکی همه چیو جذب میکنه، جذب حالش میشن، حالش سوراخ میشه، دوچار 1000 تا مریضی، فقر، برکت از زندگیش میره. بعد میاد دیگه چرا انقدر زندگی من داغونه؟ خب از من داری ناشکری میکنی. یا همین داستان پیامبرا، طرف 1400 سال پیش 2000 سال پیش اومده پیامبر، کسی که پیامی آورده برسونه. ولی خب ملت اون موقع درگیر جهل و خرافات و ناآگاهی بودن، میزنن طرفو میکشن، یه سری بلا سرش میارن. و ملت ما هنوز بعد 1400 سال میان سر و کله خودشون میکوبن، یه جمعیتی رو تشکیل میدن، همه با هم دیگه میزنن سر و کله هم دیگه، خون میاد، ناشکری میکنن، فرکانس خودشون رو میارن پایین که چی بشه؟ با این کارو طرف برمیگرده. همین الانش هم تو این برهه زمانی هزاران نفر دوره آکواریوس دیگه دارن به بیداری میرسن، میان از آگاهی، آزادی اینا صحبت میکنن، ولی به هر دلیلی میتریکس اینا رو خفه میکنه، میکشه، صداشون رو قطع میکنه. چرا واسه اینا نمیان عزاداری کنن؟ نشونه‌ها جلو چشته، فقط کافیه بیدارش رو ببینیش. مرگی وجود نداره عزیز من که بخوای ازش بترسی. آگاهی تو از این کالبد و لباسی که داری فقط شیفت میکنه میره یه جای دیگه. انرژی از بین نمیره، از یه حالتی به یه حالت دیگه تبدیل میشه. بذاری داستانی رو واسه توضیح بدم که یه ذره قضیه واسه جا افتاده تر بشه. فرض کن من و تو توی یه خونه نشستیم، داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، نشستیم گپ میزنیم و اینا. بعد من میرم توی اتاقم، لباسی که تنم بوده رو عوض میکنم، آویزونش میکنم به جارختی، یه لباس دیگه میپوشم، از خونه میزنم میرم بیرون. تو بعد مثلا یه ساعت میای توی اتاق با اون لباسی که من پوشیده بودم و آویزونش کردم میشینی صحبت میکنی. یکی دیگه میاد پیشه میگه چرا با لباسی که سامی یه ساعت پیش پوشیده داری صحبت میکنی؟ بعد تو بهش میگی که نه این لباس تنش بوده، مطمئنم الانم میشنوه چی میگم، مطمئنم الانم اینجاه، در صورتی که من یه لباس دیگه پوشیدم، از خونه زدم بیرون، من که دیگه اونجا نیستم بفهمم تو چی داری میگی. آگاهیت از این کالبد شیفت میکنه توی ابعاد دیگه و اصلا در اصل مرگی وجود نداره.